به هر حال یک مسئله در مورد قانون این است که مصالح ملی رو مقدم بداریم بر مسائل منطقه‌ای. البته شماها که از مناطق مختلف کشور آمدید، خب مردم از شماها توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن. انتظارات به طور کامل قابل قبول نیست، تا حدودی قابل قبول. اما اینکه حالا تصور کنن که شما که از اونجا آمدید راهشون، آبشون، برقشون، بودجه نمیدونم دولتیشون، همه چیزشون حل خواهد شد، نه، خب این که امکان نداره. شما قهرن خودتون رو موظف میدونید مقداری به خواسته ها و توقعات مردم منطقه توجه کنید. خب تا حدودی اشکال نداره، منتها تا اونجایی که معارض با مصالح ملی نباشه. بنابراین بنده نمیگم به کلی به خواستهای منطقه‌ای بی‌اعتنایی کنید که خب امکان نداره چنین چیزی، اما اونجایی که با مصلحت ملی معارضه‌ای دارد حتما مصلحت ملی رو در قانونگذاری رعایت کنید. در ادامه به تشریح نقشه داخلی دشمن در فعال کردن گسل‌های داخلی پرداختند و افزودند دشمن در تلاش است تا گسل‌های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به زلزله کند. بنابراین نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد. نکته‌ای که خیلی توجه بکنن بهش دوستان، ببینید ما در داخل کشور یک گسل‌هایی داریم، گسل‌های قومی داریم، گسل‌های عقیدتی داریم، سنی شیعه داریم، مثلا فرض بفرمایید گسل قومی داریم. تا مادامی که فعال نشده زلزله به وجود نمیاد، اشکالی هم نداره. بودن اختلافات اشکالی نداره. اگر چنانچه این گسل‌ها فعال شد اون وقت زلزله به وجود میاد. من در فعال کردن این گسل‌هاست، حواستون باشه.